لباس‌های پری دریایی غزال نایت و رشخند شدن وی در کشور دبی. غزال نایت در کشور دبی چرا سفرهای متعددی داشته است؟ دلیل رسوا شدن غزال نایت در دبی چی بوده است؟ تقلید غزال نایت از مدلان عربی. غزال چرا دیگر آهنگ جدید برای دوستدارانش نشر نکرده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. غزال نایت هنرمند خوش صدای افغان و شهرت و محبوبیت هنری خاص خودش را در میان مردم افغانستان دارد. غزال نایت علاقه‌مندان و منتقدان هنری خاص خودش را داشته است و برنامه‌های مختلفی برای دوستداران و طرفداران صدایش در افغانستان و خارج از افغانستان برگزار می‌کرد. یکی از شاگردان موفق و با استعداد نظیرخوار می باشد و چندین آهنگ دوگانه با نظیرخوارا سروده است. ولی غزال نایت بعد از رفتنش به کشور کانادا کاملا شکل هنر موسیقیش را تغییر داد و از سرودن آهنگ‌های پاپ را ترجیح داد. غزال نایت بعد از رفتنش به کشور کانادا از همسرش ژارا جدا شد و سفرهای متعدد این روزها به کشور دبی داشته است و در آنجا قرار است برای یک برند لباس مشهور دبی مدلینگ کند و این لباس‌های این برند را بر تن کرده است که مورد نقد شدید فراوان علاقه‌مندانش در افغانستان و کشور دبی شده است. غزال نایت 6 ماه می شود دیگر آهنگ جدید برای طرفداران هنر موسیقیش نشر نکرده است و تاکنون دلیل دوریش از هنر موسیقی معلوم نیست، ولی هر کس خودش می‌داند و زندگی شخصیش. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درود دیگر، همتان را به علای منان سپرده، موفق و کامگار باشید.